اینجا این برادران ما جمع شدن که دعوت کنن برای چی؟ برای که آزادی ملت ما بردم شود. همه خلق ما تاجیکان چیکار کنن؟ با خبر شون که ملت تاجیکی ما خار شده است در شهر روسیه. نه اینکه وابسته به این نگاه کنین که هر یک برادر ما از این رژیم افتریتری بیزار است. هیچ یگان انسان این را نمیخواهد، ولی مجبور هستند که چیکار کنن؟ خب میکنن. اگر که والله خب نکنن، اگر یک سخن بزیدی این رژیم بگوین، آنها میترسن که بله به تاجیکستان چیکار کنن؟ بله به تاجیکستان رفتن به آنها خلل میرسانند. آنها باوری ندارند که حتی با ایرپورت تاجیکستان وارد شده میتوانند. شما ببینید برادران عزیز، با ما چیکار میکنن؟ برای یک سخن آزاد گفتن ما، برای یک سخن گفتن ما که ما نمیخواهیم این رژیم افتریتری را، ما نمیخواهیم این را، ما میخواهیم آزادی به ملت تاجیک، ما میخواهیم آزادی به محبوسانی که در کنج محبوس زندان شدند. شما ببینید که این جوانان همه یک علمی عالی دارند، همه مکتب میانه و انستیتوت‌های عالی را تمام کردند و اما در کجا هستند؟ در مهاجرت هستند، در مهنتکاری هستند. ما تاجیکان همه چی شدیم؟ چی شدیم؟ کی بودیم و چی شدیم؟ ما تاجیکان خار شدیم. ولی من باوری دارم که اگر یک سال دیگه یا 2 سال دیگه یا 10 سال دیگه همین خیلی دوام کند، ما ربا میشیم، ما بر این بندهان همین ملت میشیم. یک ویتنام، یک ملت دیگه که روسی را نمیداند، ما در پی دست آنها غلام هستیم. این چی تاجیکی ماست؟ برای همین ما تاجیکان چیکار کردیم؟ در این شهر اینجاها مهنتکار هستیم. اگر که پادشاه عادل می بود، میگن که در تاجیکستان هست که پادشاه سایه خداست. همین سایه خدا این را گفته می شود. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را سایه خدا نمی گفتند مردم. برای همین شما ببینید که هر یک جوانی میبیند در اینجا چیکار میکند؟ مبدل میشود و گوش میکند در این سخنهای شیرینی که مردم در اینجا گفته ایستادند. شما دیدین که جوانانی که میگویند که اینجا کمیره هست و علی در اینجا حضور نمیشوند. از چی باره است؟ همین ترسی همین مردم درباره چیست؟ از چی میترسند و پراکنده میشوند از اینجا؟ شما خودتان میدونید که اینا میترسن که پدر و مادر دارن، زن و برادر دارن، از اینجا که و تاجیکستان که داخل شدن از ایرپورت آنها را میبردارند. شما ببینید که با ما چنان ظلم آمده است که ما نمیتوانیم یک سخن آزاد برای ملت خود بگوییم. مگر ما سخن آزاد نداریم؟ مگر دولت ما دموکراتی نیست؟ این چی دموکراتی است در دولت ما؟ مگر همچنان دموکرات هست در تاجیکستان ما؟ این قانون کانستیتوسیون تاجیکستان چه خیلی قانون است. اونا که توی جویی میدونه بچو 500 تا پوشر غیر شو خود شریک شده در یک شو 500 تا 400 تا کسایی زمانده دومای برادر حوال که منامش کنیم انجام ده برادر زمانی برادر من هم
دنیا مثل یک بازار هر کس میخواد که موقع خودش واسه کنه درست است یک بازار میل هر بازار سازد یک دیگه داره هر کس میخواد دست خودش شو هیچ وقت فاکتور نمیشه اصلا در خفت نبود بر خود معمول یا که پاکستان بشنا میگه مردم فرانسه نکنه یا فرانسه بشنا میگه مردم آمریکا هر کس خودش شو کنه برادران خفت سازد باشه فکر خودمون نکنیم که خاطر خیمورا نمیکنه برای برادر کی سوال داشت برای چی ما در این جگه میزنیم برای چی جنگوی غرب جنگوی فوبی جنگوی پولو نشان داد ما متحد نیستیم کسی نخواست دیپای غرب کسی نخواست دیپای فوبی کنه کسی نخواست دیپای پولو کنه برادر رو برای کمون وقت نمیکنیم در وطن خود بگذاریم که ما سرجم باشه متحد باشه نو وابسته که ملت چیه دین چیه مذهب چیه فرق ندارد تاتار روسی خربوز کسی هست نیست پاکستانی باید یک خود در بین کنم باشه ملت چی محلی باید نباشه همون وقت ما میتونیم که همون وقت ما میتونیم که سرجم باشه که جدید شما تایید بعد شکر حرکت پیشنهاد میشه ما ببینیم که تیاریم ما ببینیم که هست ما میگیم چی حرکت ان خود گراه نداره خودتون هم از ببینیم مثلا یک سوال من به همه کنه سوال کی میکنه به هم تفرشی برای خدمت